بسم الله الرحمن الرحیم. یادتان اگر باشد از شما خواسته بودم، جدی خواسته بودم که در فامیلتان هرگاه نان میخورین 1% بکنین که فرزندم امروز کاری را که تو خدا را سرش راضی کرده باشی، خدا را سرش راضی کرده باشی و انسانا را راضی کرده باشی، لطفاً برام بگو. کاری که خدا راضی شده باشد موجب رضای خدا شود و موجب رضای مخلوق شود. چیست؟ جواب بگو. کسی که نماز نخونه الله راضی می شود؟ پس از فرزندت پرسان بکن نماز را خواندی؟ در پشت امام خواندی؟ به جماعت خواندی؟ اگر گفت که نه، بس بگو فرزندم وقتی که خدا را راضی نمیتانی والله مرا راضی کرده نمیتانی، زیرا نعمتی که الله بر تو داده بیشترتر از نعمتی است که ما بر تو عطا کردیم. خوبی که الله با تو کرده است به مراتب بیشترتر است نسبت به خوبی که ما برای تو کردیم. بنابراین تو که خدا را راضی نمی کنی مرا هرگز راضی نخواهد کردی. فرزندم الله را راضی بکن، سر سجده تا به الله بگذار و بار دوم این رقم گزارش غلط را برم ندی، بلکه نمازهای تا باید بخوان. هرگاه دیدی که فرزندت برات گفت پدر نماز خواندم، دخترت گفت پدر نماز خواندم، همسرت گفت که نماز خواندم، خودت به الله سجده بکن. شکر الحمدلله، شکر که در خانه ما این دین تطبیق شد و پروردگار به ما میره دستور و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، به خانوادت به نماز امر بکن، خود هم سخت سرش قائم باش. لا نسألک رزقا، ما خواستون مانا نمیخوایم. تعبیر دیگه ببینید، و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا، ما از تو نان نمیخوایم بلکه از تو ایره میخوایم. اگر این سوال ما هر روز از فرزندای ما بکنیم در خانه ما تغییر میآید نمیآید؟ در خانه ما عزیزم تغییر میآید. فرزندت که رابطش با خدا جور شد رابطش با تو هم جور میشود. بعد سعی میکنی که فرزند با مجرد که در خانه آمدی میگه السلام علیکم و رحمت الله، هرگاه در خانه آمدی دستت میبوسد، هرگاه بیرون میشود دستت میبوسد، هرگاه کاری میکنه در جریان تو را میگذارد. پس یک زندگی مملو از محبت و مسئولیت در خانه ایجاد می شود. و اگر ما سوالایی که در رابطه با خدای ماست از فرزندای ما پرسان نکنیم، از اهل بیت ما پرسان نکنیم، برادر گلم نان خواد خوردیم هم مانند حیوان. حیوان هم نان می خورد، در یک آخر 4-5 دانه کله پایین می شود و شکمایشان سیر می شود، بس کشیش رو دک خواب می کند. و ما شما خدا نخواسته اما رقم نان خواد خوردیم، اما رقم دک خواب خواد کردیم و باز گرسنه میشیم باز میخوریم، در حالی که رب العالمین ما را چنین پیدا نکرده است، مسئولانه پیدا کرده است، مسئولانه پیدا کرده است. الله توفیق را به ما شما عنایت بکند. پروردگار عظیم در ملک ما ولات امور ما را اصلاح بکند، قلوب از اونها را الله اصلاح بکند، الله با غیرتشان بکند و خداوند متعال توفیق را به ما و با اونها عطا بکند تا در رشد دین، در تعبیر دین، در اصلاح امت خود واقعانه اقدام بکنیم، واقعانه اقدام بکنیم.